در این ویدیو برایتان نشان می‌دهم که چگونه با رفتار تاکسی درخواست دهید. برنامه رفتار را باز کنید. نقطه سبزی که در نقشه می‌بینید موقعیت فعلی شماست و به صورت خودکار مبدأ شما را تعیین می‌کند. شما می‌توانید مبدأ خود را در هر جای نقشه تغییر دهید. برای تعیین مقصد روی بخش جستجو کلیک کنید. اینجا می توانید نام مکان مورد نظر را به زبان دری یا انگلیسی بنویسید. برای نمونه امروز می خواهیم به شهر نو برویم. شهر نو را جستجو می کنیم و روی همان گزینه کلیک می کنیم. همچنان می توانید از گزینه چوز آن مپ استفاده کنید تا مقصدتان را دقیق‌تر انتخاب کنید. مثلا اگر می خواهید به اظهار بروید، موقعیت دقیق را روی نقشه انتخاب کنید و سپس روی کانفرم لوکیشن فشار دهید. بعد از تعیین مبدأ و مقصد، این صفحه ظاهر می شود که در آن می توانید نوع موتر خود را انتخاب کنید. همچنین اگر خواسته باشید می توانید قیمت را زیاد کنید تا درخواستتان زودتر قبول شود یا قیمت را کم کنید. در کنار آیکون موتر زمان رسیدن نزدیکترین راننده را می‌بینید. در اینجا 1 دقیقه است. در دایره سرخ روی نقشه راننده های نزدیکتان را می‌بینید. در کابل 2 نوع موتر داریم: اکانومی و کامفورت. موترهای کامفورت معمولاً کولر دارند و مدل‌های بالاتر هستند، مثل کرولای 2007. در شهرهای مثل هرات و مزار شما گزینه ریکشا هم دارید. وقتی همه چیز درست بود، روی فایند درایور فشار دهید تا درخواستتان ارسال شود. ارسال درخواست شما می توانید قیمت‌ها را از همینجا تغییر بدهید یا اگر ضرورت نداشت درخواست را کنسل کنید. راننده ها می توانند درخواست شما را مستقیم قبول کنند یا قیمت پیشنهادی بدهند. پیشنهاد راننده ها در این بخش نمایش داده می شود. همراه با قیمت پیشنهادی، فاصله راننده و تعداد ستاره های او شما می توانید قبول کنید یا منتظر یک پیشنهاد بهتر باشید. هرگاه یک راننده درخواست شما را قبول کند یا شما پیشنهاد او را تایید کنید، موقعیت راننده روی نقشه ظاهر می شود و می بینید که چه زمانی به شما می رسد. در این صفحه تمام جزئیات راننده و موتر نشان داده می شود: نوع موتر، نمبر پلیت و سایر معلومات ضروری. از اینجا می توانید با راننده تماس بگیرید. اگر فکر کردید که این سفر را نمی خواهید، می توانید سفر را لغو کنید. فقط لطفاً هر چه زودتر لغو کنید. برای امنیت بیشتر می توانید لوکیشن زنده خود را با خانواده یا دوستانتان شریک بسازید. در هر وضعیت اضطراری گزینه تماس با بخش امرجنسی هم موجود می باشد. وقتی راننده به مبدأ شما برسد، یک اطلاع رسانی دریافت می کنید. به نقطه سوار شدن بروید و راننده را پیدا کنید. قبل از سوار شدن حتما نمبر پلیت موتر را با شماره داخل برنامه مقایسه کنید تا مطمئن شوید که سوار موتر درست بشوید. برای امنیت بیشتر باید رمز 4 رقمی را با راننده شریک بسازید تا سفر شروع شود. بدون این رمز سفر آغاز نمی شود. بعد از شروع سفر می توانید مسیر کامل را روی نقشه ببینید، از نقطه مبدأ تا مقصد. لطفاً مطمئن شوید که راننده همین مسیر را دنبال می کند. بعد از پایان سفر پرداخت به صورت نقدی هست. می توانید مبلغ توافق شده را برای راننده بپردازید. در آخر لطفاً نظر و امتیاز خود را درباره راننده بنویسید تا دیگران هم از تجربه شما استفاده کنند. سپاس.